حق خویشاوند و نیز مسکین و در راه مانده را ادا کن، اما هرگز اسرافکاری مکن، زیرا اسرافکاران برادران شیاطینند و بدانید که شیطان نسبت به پروردگارش بسیار ناسپاس بود. خداوند بزرگ را پرستش کنید و هیچ چیز را شریک و همتای او قرار ندهید و به پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان و درماندگان و همسایه دور و نزدیک و دوست همنشین و در راه مانده و نیز به بندگان خود نیکی و احسان کنید و بدانید خداوند متکبران و فخر فروشان را دوست ندارد. و کسانی که هم خود بخل می‌ورزند و هم دیگران را به بخل ورزی وادار می‌کنند و برکاتی را که خداوند به آنها داده پنهان می‌نمایند و انفاق نمی‌کنند، بدانند که برای ناسپاسان عذابی خار کننده مهیا کرده ایم.